بچه‌ها سلام. امروز برای مبحث پتانسیل الکتریکی من 3 تا مسئله آماده کردم که حل کنیم و یه مسئله بعد از اینا میگم که خودتون حل کنید. اولین مسئله که تقریبا ساده است، چیز خاصی نداره. ما دو تا ذره باردار داریم با بارهای Q2 و Q3 که مقادیرشون رو هم سوال بهمون داده، البته نسبت به بار Q1، و یک قطاع دایره‌ای داریم که این هم باردار هست با بار Q1 و بارش هم به طور یک نواخت توزیع شده. بار کل این قسمت قطاع دایره که مرکزش دقیقاً از مبدأ ما میگذره 7.21 پیکوکولون هست و Q2 و Q3 هم طبق همین بار تعریف شدن. Q2 4 برابر این مقدار هست و Q3 بارش منفی هست و مقدارش 2 برابر این مقدار Q1 هست. و اینجا هم یه زاویه تتایی داده بهمون که تتاش هم 20 درجه هست. این فاصله R هم 2 متر در نظر بگیرید. این دایره شعاعش 2، این قسمت از قطاع دایره Q3 با فاصله همین 2 متر فاصله R و اما Q2 فاصلهش 2R. خب برای اینکه ما میخوایم سوال از ما میخواد که پتانسیل الکتریکی کل رو در مبدأ به دست بیاریم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، اول اینکه ما میدونیم که پتانسیل الکتریکی در بی‌نهایت رو صفر میگیریم. یعنی مبدأ رو میگیم آقا اگه بی‌نهایت باشه پتانسیل صفره. حالا میتونیم بیایم یک پتانسیلی تعریف کنیم در این فاصله، حالا در مبدأ. ما میخوایم پتانسیل کل مبدأ رو حساب کنیم. اول پتانسیل الکتریکی برای یک ذره باردار با بار Q از این فرمول به دست میاد. Q بارش هست و R هم فاصلش هست. حالا ما بخوایم برای این سه تا حساب کنیم. از اونجایی که پتانسیل یک کمیت اسکالر هست، میتونیم این سه تا رو با هم جمع کنیم. یعنی یک بار برای Q1 بیام بنویسم 4P 1 بر روی 4P اپسیلون 0 Q هم Q1 بر روی R، فاصلش R هست، بار کلش هم Q هست. مهم نیست که حالا این بار کل این سمتش باشه این سمتش باشه، مهمه در این فاصله این مقدار بار رو داریم. به اضافه 1 بر روی 4P اپسیلون 0 4Q برای ذره دوممون و بر روی 2R ذره دوم بارش 4Q هست و در فاصله 2R قرار داره. این اصلا این زاویه هم اهمیتی نداره برامون. به اضافه 1 بر روی 4P اپسیلون 0 منهای 2Q1 تقسیم بر R. برای ذره سوم همین رو می نویسیم. بارش منهای 2Q هست، آیا نام Q1 هست، خیلی مهم نیست، و فاصلش هم R هست. این رو می نویسیم. این میشه پتانسیل کل در مبدأ. و حالا بیام از 1 بر روی 4P اپسیلون 0 فاکتور بگیرم. چیزی که نهایتاً میمونه اینجا داریم Q1 بر روی R به اضافه 4Q1 بر روی 2R منهای 2Q1 بر روی R. حالا این داخل هم مخرج میکنیم، اینا رو می نویسیم، عددها رو جاگذاری میکنیم و نهایتاً میرسیم به پتانسیل کل برابر میشه با 4.24 در 10 به توان منهای 2 ولت. این پتانسیل الکتریکیمون در مبدأ هست.